يا رسول الله وقدوتنا. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: هر آینه خداوند به جسمها و چهره‌های شما نظر نمی کند، بلکه به دلها و عملهای شما نظر می کند. مکان نظر خداوند این قلبها می باشد. پس بیایید آنها را پاک بسازیم. پس بیایید نیتها را تنها برای خداوند بکنیم تا که عملها قبول گردند. طاعت و عبادت پروردگار را به جای آوردن این پاکی قلبی هر یکی ما و شما را نشان می دهد. پاکی قلب این نیست که ما بگوییم که گپ در دل است، دل پاک باشد و نماز و روزه و دیگر عبادت ها را یک سو گذاریم. اگر گپ فقط در دل می بود، برای چی عبادت هایی که ما را با خداوند نزدیک می کند از جمله نماز و روزه و حج آنها را با دل انجام دادن نمی شود؟ یعنی که عمل هم در اسلام لازم است. پس بیایید به سوی الله بازگردید، از وسوسات شیطان و دروغ‌های آدمان دوری جویید تا نجات یابید. خداوند بخشنده و مهربان است. قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول